نیابت همه دوستان عزیزان خویشاوندان دور و نزدیک همسایه ها مؤمنین و مؤمناتی که به گردن ما دل گذاشتن از هر گوشه و کنار عالم عزیزی که در این منزل مریضم و از تمام مریضان مؤمنینی که چشم انتظارم و به یاد همه اموات و گذشتگان همه با هم السلام یک صلوات محمدی با این عشق حسینی صلوات مرده صلواتی که هیچ چیزی را تکان نمیده نه خود ما نه دشمن دارش ضربه میزنه یا یک موشک جانانه خیبری روان کو برای نابودی دشمنان اسلام بلند صلوات این زبان ها حضرت زهرا سلام الله علیها و شما و همه ما و مدهان و فراشان گوش من گدای درت را دوست می‌دارم سائل آن محضرت را دوست می‌دارم حسین قربان قدم باشم دست بوس نوکرت را دوست می‌دارم حسین بار لاغا گریه کنای حسینم را ببر حضرت زهرا درکم باشم و دعا میکنم توی که لیاقت پیدا کردی در محفل نشسته بار الها گریه کنای حسینم را ببخش این دعای مادرت را دوست می‌دارم حسین من برای ماندن اسلام بعد از کربلا دست زینب پرورت رو دوست می‌دارم حسین این بیت آخر شد گوش کن در میان آن شهیدان که دورت خفتند زیر پایت اکبر را زیر پایت اکبرت را دوست می‌دارم حسین عزیز دل ما جناب جای حجت از جون خان من امشب نیت کردم شما را ببرم به یک جایی که گل دستش دیوانه کرده مردم رو از سر تا سر عالم به زیارتش میرسن کدامه اون مسلم ابن عقیل خدایا قسمت من کن زیارت ابی عبدالله و یارانش رو عشقت آخر بدنم را به سر دار
کشید حسین جان تن باکم به سر کوچه و بزرگ کشید ای حسینم نظری کن به سوی بام و ببین از کمر خنجر خود قاتل خونخوار کشید لا اله الا الله ای حسینم نظری کن به سوی بام و ببین از کمر خنجر خود قاتل خونخوار کشید نیست جرم من غم دیده بجز عشق حسین عشق و بین عشقی که آخر و کجا کار کشید خلاصه میکنم عزیز من مردم نظارگر کار مسلم به کجا میرسه تو از زن مؤمنه زن اهل بیتی نظارگر من چشم گریان دارد یک وقت دیدن بدن بی سر مسلم را از بالای بام دارالعماره به زمین انداخت اکتفا کردم به پاهاش ریسمان گشتم عزیزانی که کوفه رفتیم از بالای بام دارالعماره به زمین انداختن بعد پاهاش رو بستن و روی خاکهای کوچه کوفه میگشتاندن تا محله قصابان اما یک زن دنبالش صدا میزنه مهمان منه اذیتش نکنید لا اله الا الله اینجا این زن آمد مهمان خطاب کرد مسلم را اما افتای روزگار کربلا انسان جانا راه کربلا و روی مردم ما باز بگرده ای خدا هر روز در جایی که اگر تلفنی میشه از من سوال میکنه کربلا میریم یا نمیریم انشالله گفتم اگر آقا خواست تمام موانع را برطرف خواهد کرد انشاءالله یک زن در گمدانی قتلگاه این جمله را فریاد میزنه صدا میزنه غریب مادر حسین مظلوم مادر حسین شهید مادر حسین دو دقیقه یا سه دقیقه زمینه رو خبر حسین جان کوفه مینا کوه مینا حسین جان شد شهر کوفه امشب کوه مینا حسین جان سعی و صفای من شد سعی صفای من شد در کوچه حسین جان کوفه میا حسین جان کوفه وفا ندارد کوفه میا حسین جان کوفی وفا ندارد مردم همه به خواب مردم همه به خواب مهمان کوفه بیاد دست بلند کن به آل مسلم حقیق حقا سفیر و جان فدای ابی عبدالله گذارم از غریبی گذارم از غریبی سر را بر روی دیوار کوفه میا حسین جان کوفه وفا ماشاءالله ماشاءالله کوفه میا حسین جان
سر دارم درون سینه دارم درون سینه عشق تو را حسین جان حسین 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 جان حسین 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 جان حسین 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 جان صلی الله علیک یا یا ابو عبدالله سه مرتبه دست قشنگ تا بلند صدا بزن یا حسین